لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. عن أبي نجيح بن عرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع، فأوصانا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبدا حبشي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية الأخرى وكل ضلالة في النار. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، أو كما قال: صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت همه سروران عزیز و بزرگوار، بندگان محبوب الله سبحانه و تعالی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. الله سبحانه و تعالی را سپاسگزاریم که روزهای مبارک و روزهای عید اضحی یا عید قربان تا اندازه بخوبی و بخوشی سپری شد و عزیزانی که در این روزها دچار درد و رنج و مصیبت شدن، الله سبحانه و تعالی ایشان را از درد و رنج و مصیبت رها نموده و برای همه مسلمانان فرحت و خوشحالی دینی و اسلامی و قرآنی عنایت بفرماید. عزیزان و بزرگواران، موضوعی که باید بیشتر بر آن ترکیز شود مسئله وحدت مسلمین هست، اتحاد و اتفاق مسلمین هست. در این روزهای مبارک که گذشت از سر من و شما در گوشه و کنار شنیده می شود و می بینیم و می شنویم که دشمنان اسلام چنان عرصه را بر سر مسلمین تنگ کردند که حتی برادر با برادر کینه‌توزی را گرفته، اختلاف را گرفته، همسایه با همسایه دعوا داره، زن با شوهر دعوا داره، قریه با قریه دیگر، شهر با شهر دیگر، قوم بر قوم دیگر. اینها مسائل
مهلک هست عزیزان و بزرگواران. مسئله وحدت و انسجام در بین مسلمانان خیلی مسئله مهمی است. ما باید این قضایا را به دست کم بر نداریم. امروزه چقدر در کشور من و شما در مناطق مختلف، در ولایات مختلف، به نام قوم و قومگرایی خون مسلمان ریخته می شود، به نام این که تو از فلان قوم هستی و من از فلان قوم هستم و یک قوم بر قوم دیگر عزت طلبی. این مسائل امت اسلامی را ضعیف ساخته عزیزان و بزرگواران. وحدت امت اسلامی قضیه سیاسی نیست، بلکه قضیه دینی و قرآنی هست. چرا نماز میخوانیم؟ به خاطر که دستور الله است. چرا زکات میدهیم؟ به خاطر که دستور الله است. چرا حج میرویم؟ به خاطر که دستور الله است. مسئله وحدت و انسجام هم دستور الله است. الله سبحانه و تعالی می فرماید اقیموا الصلاة آتوا الزکاة. الله سبحانه و تعالی می فرماید واعتصموا بحبل الله. اگر یک نفر نماز نخوانه همه ما از اون متنفر میشیم، میگیم بسیار بد انسانی است، نماز نمیخوانه. فلان کس سرمایه داره زکات نمیده، خیلی بده. فلان کس زاد و راحله حج را داره، تصمیم حج نمیگیره. همه ما به اونها حرف میزنیم. اما کسانی که وحدت و شیرازی امت اسلامی به هم میریزن و بین مسلمانان شقاق و اختلاف ایجاد میکنن، چرا ما از اینها متنفر نباشیم؟ چرا ما اینها را متوجه نسازیم که این شقاق و اختلاف اینها را بدان که مسئولیت اخروی دارد؟ پس بناهن مسلمانان امروزی را که ضعیف ساخته، شما ببینیم در ابتدا و در صدر اسلام مسلمانان وقتی قوی بودن، مسلمانان چی داشتن؟ انسجام داشتن، اتحاد داشتن، اتفاق داشتن. دشمن آمد برای ما قضایای جغرافیایی را مطرح کرد. خلیفه مسلمین یکی بود، رهبر مسلمین یک رهبر بود. اگر نگاه میکنیم وقتی تاریخ را میخوانیم، نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم در رأس همه قرار داشتن. بعد از نبی مکرم اسلام دوران راشده، خلفای راشدین ابوبکر و عمر و عثمان و علی، و بعد از خلفای راشدین خلافت اموی ها، و بعد از اموی ها عباسی ها، و بعد از عباسی ها عثمانی ها. مسلمان ها در تحت قیادت یک رهبری قرار داشتن. دنیای کفر از ایشان میترسید. پادشاه روم نامه‌ای می نویسد برای خلیفه عباسی هارون الرشید. می نویسد که ما بعد از این دیگه جزیه نمی پردازیم برای مسلمان ها و دولت اسلامی و یا حکومت اسلامی و یا خلافت اسلامی، چون قانون و قواعد اسلام هست. در هر شهری که مسلمانان داخل می شدن اعلان می کردن هر کس می خواهد جانش، مالش، زندگیش، سرمایهش در امن و امان بمانه، دو حالت داره: یا این که بگوین لا اله الا الله محمد رسول الله، بیاین زیر چتر اسلام، انما المؤمنون اخوه، و سرفرازی و سربلندی زندگی کنن، و یا این که برای بیت المال مسلمین جزیه بپردازن تا اینکه مالشان و جانشان و فرزندانشان و سرمایهشان حفظ بشه. اگر از این دو چیز سرباز زده شد، طبعا از شمشیر کار گرفته می شد. پادشاه روم که ابرقدرت اون زمان بود جزیه را قبول کرده بود. ما جزیه را می پردازیم. گفت که قوانینی که شما برای ما وضع کردید ما میپذیریم، ولی
به ما کسی کار نداشته باشه. حکومت اسلامی، خلافت اسلامی، دولت اسلامی این را پذیرفته بود. پادشاه روم، گوش کن ای جوان مسلمان، عزت و شرف و مجد و عظمت و بزرگی مسلمانان را پادشاه روم می نویسد برای هارون الرشید که ما از امروز دیگه جزیه نمی پردازیم، اگر می خواهید قبول کن و اگر نمی خواهید بین ما و مسلمین حرب و قتال هست و ما با شما آماده جنگ به اعلان جنگ هستیم. این پیشنهاد از طرف و یا این حرف از طرف پادشاه روم برای امیر المؤمنین هارون الرشید رحمت الله علیه. این خبر وقتی به حاکم مسلمان رسید، این خبر وقتی به امیر المؤمنین رسید که این کافر اینقدر گستاخ شده که هم از جزیه دادن سرباز میزنه و هم ما را تهدید به مرگ میکنه، این جمله زیبای هارون الرشید که ثبت تاریخ شده تا ابد برای همه اونهایی که دم از عزت و سربلندی میزنن، باید بدانند که عزت و سربلندی مسلمان ها چنین است. هارون الرشید وقتی نامه میآید برایش میگه جوابش را برنامه دیگر ندهید، اسراف میشه، حیفه. او لیاقت این را نداره که ما یک ورق دیگر را هم برایش ارزش قائل بشیم، پشت نامهش بنویسید من هارون الرشید یا من امیر المؤمنین عبدالله هارون الرشید. ادامهش را میدانید چی می نویسه؟ الی کلب الروم. خیلی مهمه عزیزان و بزرگواران، از طرف امیر المؤمنین هارون الرشید با اون سگی که در روم غوغا می کند، اگر این فیصله مسلمانان را نپذیره لشکری به سراغش میفرستم تا قیامت فراموش نکند. این بود عزیزان من. هارون الرشید بیرون میشه و اون رومیان را تار و مار میکنه. مسلمانان انسجام داشتن. دشمن آمد دید و مشاهده کرد که تا زمانی که در بین مسلمین ابوبکر و عمر و عثمان و علی و معاویه و شخصیت‌های همچون عبدالملک ابن مروان و شخصیت‌های همچون هارون الرشید و شخصیت‌های همچون در خلافت عثمانی سلطان عبدالحمید و چنین شخصیت‌های باشن، این امت شکست ناپذیر هست. دشمن نقشه ریخت، پلان ریخت. اولین کاری که کرد خلافت اسلامی را به هم ریخت. مسلمان ها دیگه نباید خلافت اسلامی داشته باشند. برای مسلمان ها ساخت کشورهای مختلف، مسلمانان را پارچه پارچه کرد، یکی به نام ایران و یکی به نام افغانستان و یکی به نام پاکستان و یکی به نام تاجیکستان و یکی به نام عربستان و همه الاخیر مسلمانان را پارچه پارچه ساخت. از لحاظ جغرافیایی بر هر کدام زعیم انتخاب کرد، رئیس جمهور فلان، پادشاه فلان و فلان و فلان. این ضربه اولی که مسلمین خوردن. دشمن دانست به این هم اکتفا نکرد، گفت که این رهبران مسلمان ها می توانند زود منسجم بشن، 50 کشور اسلامی جمع میشن، این زعما در کنار هم دیگر قرار میگیرن و اینها پس ملت واحد هستند. آمد در بین کشورهای اسلامی قضایای دموکراسی و قضایای بالاخره فلان و فلان و فلان و اینها را مطرح کرد و سرمایه گذاری کرد و متاسفانه از بین مسلمانان غلامان حلقه به گوشی ساخت که اونهایی که دین خود را با این دنیای فانی سودا کردن و آمد در کشورهای اسلامی اون مهرهای اصلی و اساسی خود را جایگزین کرد. و بعد دشمن متوجه شد که نخیر، این افرادی که انگشت شمار در رأس حکومتها قرار میگیرن در هر کشور، افراد انگشت شمار، اینها کاری کرده نمیتوانند، اینها کاری نیستند، اینها مسائل را نمیدانند، ملت ها مسلمان هست. امروز عزیزان من
در تمام کشورهای اسلامی شما جوش و خروش اسلامیت مسلمین را میبینید. شما دیدید انسانهای بیدین، انسانهای ملحد در ترکیه میخواستن کودتا کنن، ملت دیندار شریف ترکیه استاده شد در مقابل ملحدین و در مقابل آن انسانهای بیدین. مسلمان ها مبارزه کردند. دشمن میبینه که این ملت ها هستند که ایمان در قلبشان، در روحشان، در روانشان، اسلام در رگ رگ خونشان جاری است. نمی شود با این ملت های شجاع و قهرمان درگیر شد. دشمن طرح و پلان دیگر را مطرح می کند، آهسته آهسته وارد می شود در بین ملت ها. از اینکه تقسیم جغرافیایی شد دشمن نتیجه نگرفت، از اینکه غلامان حلقه به گوش ساخت دشمن نتیجه نگرفت، از اینکه میلیون ها و میلیاردها سرمایه گذاری کرد برای ویرانی امت اسلامی نتیجه نگرفت. عزیزان و بزرگواران، آمد در بین جامعه اسلامی مسئله قوم و قومگرایی را مطرح کرد. از همه این خطرناکتر است. آمد یک قومی را علیه قوم دیگر انگیزه داد. اقوامی که ما در بین جامعه خود میبینیم همه نجیب و شریف و بزرگوار هستند. اگر در ابتدا در مقابل ابرقدرت آن زمان که روسیه بود، همه اقوام، همه قبائل، همه ملت شریف افغانستان مبارزه کردن و استادگی کردن، همه مجاهدن، اما امروز دشمن آمد از این دریچه داخل شد تا اینکه امت را به ویرانی بکشاند. این مسئله است که ازهر من الشمس. امروز در خیلی از مناطق افغانستان جنگی که ما میبینیم و میشنویم، جنگ چیست؟ آن کسانی که مصروف جهاد و مبارزه هستند علی الرأس والعین. بحث جهاد و مجاهدین بحث جداست، اما چقدر خانه ها و ایران شد به خاطر قوم و قومگرایی، چقدر جوانان مسلمان کشته شد به خاطر قوم و قومگرایی، چقدر زنان مسلمان بیوه شد به خاطر قوم و قومگرایی، و چقدر اطفال معصوم یتیم شد به خاطر قوم و قومگرایی. دشمن از اینجا داخل شده. تو کی هستی؟ فلان اچکزی و بارگزی و نورزی و الوکوزی و فلانزی و تاجیک و ازبک و هزاره و فلان و عرب و عجم و اینها. عزیزان و بزرگواران، اگر دشمن در این قضیه من و شما دشمن را ناامید نکنیم، این را بدانید دشمن همه ما را به ویرانی و به نابودی میکشانه. تک تک من و شما را به وسیله خود من و شما. این پشتونه، این فارسیه، این ازبکه، این ایماقه، این پشعیه، این فلانه. این حرفا چیه؟ یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل. ما نمیگیم قوم و قبائل از بین بره. قوم و قبائل از بین برده نمیتوانیم، نباید از بین بره، به خاطر که الله میفرماید ما شما را قبیله قبیله قرار دادیم، ما شما را قوم قوم قرار دادیم، ما شما را با لسانهای مختلف قرار دادیم، ما شما را با نژادهای مختلف قرار دادیم. همه اینها به خاطر چی هست؟ به خاطر لتعارفوا. در بین این همه اقوامی که من نام گرفتم خوب و خراب هست. اولیای خدا، دوستان خدا در بین قوم پشتون هم هست، در بین قوم فارسی هم هست، در بین قوم ازبک هم هست، در بین اقوام مختلف اولیای خدا وجود داره. وقتی یک قوم را ما به خاطر اشتباه یک فرد ما کل قوم را بیاییم بکوبیم، کل قوم را بیاییم تکفیر بکنیم، کل قوم را بیاییم همه را بالآخره مورد تهمت و تحقیر قرار بدیم، آیا اون اولیایی که در وسط اون قوم هستند، دوستان خدایی که در وسط اون قوم هستند، شما جواب خدا را در روز قیامت چی میدهید؟
محبوبان الله سبحانه و تعالی در بین همه اقوام هستند. به خاطر یک اشتباه ابو جهل قوم رسول الله بود، ابو لهب کاکای رسول الله بود. رسول الله چی بودن؟ هاشمی بودن، قریشی بودن. به خاطر ابو جهل و ابو لهب نعوذ بالله ثم نعوذ بالله ما همه قریشی و هاشمی را بکوبیم؟ به خاطری که ابو جهل ایمان نیاورد، ظلم کرد، ستم کرد، ما بیاییم کل قوم رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ یا این که یک شهر، یک قریه، یک منطقه، یک فرد اشتباه میکنه، امروز در بین جامعه میبینیم کل او شهر مورد تهمت و تحقیر قرار میگیرن. در هرات یک فرد اشتباه میکنه، کل هراتیان را بکوب. اشتباه است. در خوست و پکتیا و بالاخره در ننگرهار و در قندوز و در قندهار و در کابل و در هر گوشه ای از دنیا. وقتی بحث ما بحث اینه که مشکلات افغانستان اینه که ما انسجام ما به هم ریخته و دشمنان اسلام آمدن کار کردن. امروز یک فرد اشتباه میکنه در یک قریه، ما کل قریه را میکوبیم. در یک شهر کل شهر، در یک کشور کل کشور. شاید احتمال داره یک 4 تا 10 تا پاکستانی آمده باشه کشور ما و شما را به ویرانی کشنده، اما نمیشه که ما ملت نجیب و شریف پاکستانی که اینقدر همه علما و بزرگان و همه حفاظ قرآن و ما اینها را بیاییم همه بالاخره مورد تاخت و تاز قرار بدیم. اشتباه است عزیزان من. یا ملت شریف ایران، زعما و مسئولین کشورها اشتباه میکنن، ما نباید ملت ها را مورد تحقیر و اینها قرار بدیم. هکذا کشورهای اسلامی هر کدام، اگر تاجیکستان هست، ما اگر یک دونه اشتباهی میبینیم نباید کل ملت شریف تاجیکستان، کل ملت شریف پاکستان و ایران و بالاخره تمام کشورهای اسلامی که هست نباید ما اونها را با دید منفی و دید بالاخره زشت و ناروا و اینها قضاوت بکنیم. عزیزان و بزرگواران، وحدت امت اسلامی، گفتیم وحدت امت اسلامی قضیه سیاسی نیست. این قضیه سیاسی نیه، بلکه قضیه دینی و اسلامی و قرآنی هست. امت اسلامی تا زمانی که وحدت و انسجام داشتن، نمی گفتن تو از فلان قومی و ما از فلان قوم. این امت به زمین حکومت می کردن، قوت داشتن، قدرت داشتن، برای دشمنان اسلام جواب دندان شکن می دادن. عزیزان و بزرگواران، الله سبحانه و تعالی با آیات زیاده ما را متوجه می سازه پیرامون وحدت و امت اسلامی. من نمونتن فقط چند آیه را اشاره می کنم. الله سبحانه و تعالی می فرمایه یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. چقدر مخاطب زیبا داره. ای کسانی که ایمان آورده اید. ما را در مسجد چی جمع کرده؟ ایمان ما گرد هم جمع شدیم به خاطر چی؟ دستور الله هست. الله سبحانه و تعالی می فرمایه ای اهل ایمان، از خدا بترسید آنطوری که شایسته است. الله سبحانه و تعالی قضیه ترس را از خود، قضیه تقوا را مطرح میکنه و می فرمایه ولا تموتن الا وانتم مسلمون. شما متوجه باشید زنده هستید مسلمان، ولی کوشش کنید وقتی میمیرید و از دنیا میروید مسلمان باشید. شما نمیرید الا مگر این که شما مسلمان باشید. حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند کسی که به خاطر قومیت بجنگه، کسی که به خاطر قومیت کشته بشه، فقط مات میتت الجاهلیه. عزیزان من خیلی هشدار هست. این مرگ دوران جاهلیته که به خاطر قوم و نژاد و به خاطر منطقه و به خاطر لسان انسان بیایه بجنگه. الله سبحانه و تعالی می فرمایه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
چنگ بزنید به رسمان الله. ولا تفرقوا، شما تفرقه نکنید، متفرق نشوید. این آیه برای ما پیامهایی داره که به طور خلاصه و فشرده من این پیامها را بیان میکنم. وحدت و دوری از تفرقه یک وظیفه دینی هست، این شعار ما باشه. وحدت و دوری از تفرقه این وظیفه دینی است، این وظیفه شرعی است، وظیفه اسلامی، وظیفه قرآنی است. چقدر سخته. امروز مسلمان میره در کنار کافر می نشینه، اما برادر مسلمان خود را تحمل کرده نمیتونه. امروز مسلمان دوست داره که یک کافر نامش را بگیره، او را عزت بده، قدرت بده، اما مسلمان خود را، برادر مسلمان خود را فراموش کرده. واعتصموا بحبل الله جمیعا. نکته دوم، محور وحدت باید دین باشه، نه قومیت و نژاد و زبان و ملیت. الله چی میفرماید؟ واعتصموا، چنگ بزنید. به چی؟ به قومیت چنگ بزنید، به زبان چنگ بزنید، به نژاد چنگ بزنید، به این که عربی یا عجم، نه خیر، به حبل الله، به رسمان الله. علی تکبیر. این رسمان چیست؟ مفسرین میفرمایند قرآن هست. واعتصموا بحبل الله جمیعا. همه شما اگه میخواهید که او عزت از دست رفته پس به طرف شما برگرده، سرفراز شوید، سربلند شوید، چنگ بزنید به رسمان الله، چنگ بزنید به حبل الله. سوم، از برکات و خدمات ارزشمند اسلام غافل نشوید. الله سبحانه و تعالی می فرماید اذ کنتم اعداء، شما دشمن همدیگر بودید. در صدر اسلام اوسی بود، خزرجی بود. در صدر اسلام اینها با هم دیگر اختلاف داشتن، اندک مسئله پیش می آمد، جنگ های اینا طولانی می شد. الله سبحانه و تعالی به یاد نامیده، میگه ای مسلمان ها، شما با هم دیگر دشمن بودید، با هم دیگر زدنی بودید، با هم دیگر بالاخره در قتل و کشتار قرار داشتید. نعمت اسلام را فراموش نکنید که اسلام آمد شما را گرد هم جمع کرد. اسلام آمد مسئله اخوت و مسئله برادری و مسئله محبت و صمیمیت را آورد. اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. وحدت عامل اخوت هست. عزیزان من، ما در یک مکتب زندگی میکنیم که این مکتب اسلام هست. محبت صحابه، زندگی صحابه در بین ما کمتر خوانده میشه. عزیزان من، فرزندان ما شاید خیلی از بچه های فیلم و خیلی از ورزشکاران دنیا و که حتی اونهایی که غیر مسلمان هستن شاید اونها را بشناسن، اما از اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم غافل ماندن. زندگی صحابه وقتی در زندگی ما آمد، حیات صحابه وقتی در حیات ما آمد، آن وقت ما میشویم از جمله شخصیت هایی که فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. هر چیز شروطی داره. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر ایمان شما مثل ایمان صحابه شد. حالا مثل ایمان صحابه نمیشه، اما ما ردرو و بالاخره از پیروان اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم وقتی باشیم، فقد اهتدوا، الله ما را هدایت میده. صحابه چگونه زندگی داشتن؟ یک نمونه را اشاره میکنم عزیزان و بزرگواران. اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم صحابه بودن تجارت میکردن، صحابه بودن دکانداری میکردن، صحابه بودن کارگری میکردن، صحابه بودن چوپانی میکردن، صحابه بودن بیل میزدن، کلنگ میزدن، صحابه بودن اما بیکار نمیگشتن. اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همیشه در تلاش به دست آوردن روزی حلال بودن. محبت بین صحابه، یعنی بین دو مسلمان. مشتری می آمد به دکان یک صحابه، می گفت که مثلا از این گلاس داری؟ می گفت بله از این گلاس دارم.
به چند میدی؟ به این قدر. وقتی میخواست که پول را بیرون کنه برای این صحابه بده، برای این صاحب دکان بده، این دکاندار چی میگفت؟ میگفت برادر عزیز، برادر خوبم، همین گلاس از همین جنس اون دکان روبروی من از این داره. من از صبح 2 مرتبه از این گلاس سودا کردم و متوجه هستم که او برادر من از صبح سودا نکرده. برو این را از او دکان بگیر، از همین جنس، هیچ فرقی نداره، به خاطر که او سودا نکرده. آیا امروز این در زندگی ما هست؟ اگر امروز مشتری دکان ما بره دیگه دکانی از جای دیگری سودا بگیره، آیا ما ناراحت نمیشیم؟ عزیزان و بزرگواران، الله می فرمایه یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان، ادخلوا فی السلم کافه، به تمام معنا به اسلام داخل شدید. وقتی مسلمان شدید به تمام معنا. در مکتب اسلام چم نیه، در مکتب اسلام دروغ نیه، در مکتب اسلام قتل و کشتار نیه، در مکتب اسلام فسق و فجور نیه، در مکتب اسلام ظلم و ستم و خیانت نیه، در مکتب اسلام بیبندوباری و بیحیایی نیه. مکتب اسلام مکتب مهر و محبت و صمیمیت و اخوت و مکتب اسلام مکتب سعادت و فوز و فلاح و رستگاری دنیا و آخرت هست. عزیزان و بزرگواران، امروز دشمن آمده در منطقه و قریه ما. در قریه ها میبینیم در یک قریه 5 تا اربابه، در یک قریه 6 تا وکیل گذره، در یک قریه 500 نفر نیه 4 تا مسجده. اینها رو نگیم، اینا تصادفی نیست. خوشحال نباشیم در منطقه ما 500 نفر زندگی میکنه 5 تا مسجده. حکمت مسجد چیست؟ مساجد را خیلی باید دقت کنیم. بین دو قوم به مجرد اختلاف میشه، فلان قوم باز به خود مسجد میسازه. بین فلان بالاخره اختلاف میشه، این بالاخره این منطقه ما باز وکیل گذر جدای مایه. اینها همه عزیزان من ضربات است که بر پیکر امت اسلامی کوبیده میشه. امت اسلامی اشاره کردم در ابتدا، جغرافیای امت اسلامی تقسیم کردن، به مقصد و مراد خود نرسیدن. اگر ایران و پاکستان و افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان و تستان و بالاخره تا به آخر همه این داستانها را ساختن، به مقصد و مراد خود نرسیدن، به خاطر اینکه دانستن که این زعمایی که انتخاب بشه به درد اونها نمیخوره. اصل و اساس ملت هاست و ملت ها را سرمایه گذاری کردن تحت نام حقوق بشر و حقوق زن و حقوق فلان و فلان. دیدن که نه والله نمیشه. میلیاردها دلار به افغانستان آمد، چند فیصد چادر مسلمان، زن مسلمان از سرش برداشته شده. فسق و فجور رو وارد افغانستان کردن. الان کل دروازه های فسق و فجور بازه. داخل کیسه هر جوان مسلمان وقت موبایل هست، اگر از او درست استفاده نشه، هر کدام یک سینما هست، هر کدام یک مرکز فسق و فجور هست. دشمن همه اینها را آورده تا این صفوف را بشکنه، ولی ناکام شده و این صفوف محکمتر و بنیان و مرصوصتر قرار گرفته. اما امروز عزیزان من، دشمن دانست، آمد مسئله قومیت را مطرح کرد. قوم بالاخره مسائل منطقوی و مسائل اینها را. عزیزان و بزرگواران، هم امروز میبینیم قضیه انتخابات پیش رو هست. هر کس را میبینیم، اولا قوم ما مشوره دیدن که ما کندید بشیم. قوم شما مشوره دیدن، یا علمای منطقه، یا بزرگان دین، یا اهل خرد. خیلی مهم عزیزان من، بیاییم این قضیه را از سر زبانها برداریم، بیاییم در کنار هم دیگر با مهر و محبت و صمیمیت زندگی کنیم. بیاییم هر کدام من و شما به این آیاتی که الله سبحانه و تعالی در آیات زیادی ما را متوجه می سازه
و میفرمایه انما المؤمنون اخوه، درستی همگی مؤمنین برادر یکدیگر هستند. این قوم به خاطر لتعارفو هست، تا همدیگر را بشناسید. وقتی میگه شما همدیگر را لتعارفو، همدیگر را بشناسیم، چگونه بشناسیم؟ مثلا نام من هست مجیب. وقتی من در جای میروم دوستا پرسان میکنن کی آمده؟ میگن مجیب الرحمن آمده. کدام مجیب الرحمن؟ میگن مجیب الرحمن باریکزی آمده. دوستا زود متوجه میشه. جای دیگر میره مجیب الرحمن آمده. کی آمده؟ مجیب الرحمن نورزی آمده، مجیب الرحمن علی کوزی آمده، مجیب الرحمن فلان و فلان. اینها همه به خاطر لتعارفو. خواجه مجیب الرحمن، میر مجیب الرحمن، همه اینها فقط در حد لتعارفو هست، تا هم دیگر را بشناسیم. اما نوش جان قومی که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خوشا به حال قومی که تقوا را پیشه خود میسازد. خوشا به حال قومی که زهد و تقوا و پرهیزگاری می. خوشا به حال قومی که تمام محور زندگیش قرآن و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم صفاتنا وقتی الله بیان میکنه، محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار. این صفت اول. شاگردان محمد رسول الله با کفار سختگیر بودن. رحماء بینهم، بین هم دیگر مهر و محبت داشتن، بین هم دیگر صفا و صمیمیت داشتن، هم دیگر را دوست داشتن. الله سبحانه و تعالی با آیه دیگر می فرمایه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. الله سبحانه وتعالى میگه ما وصیت کردیم. چقدر ارزش میگذاریم میگیم این وصیت پدر من هست، این وصیت استاد من هست، این وصیت پیر من هست، این وصیت مرشد من هست. الله میگه این وصیت و توصیه را ما کردیم. توصیه الله، وصیت الله برای کی؟ برای نوح علیه السلام، برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، برای ابراهیم علیه السلام و برای موسی علیه السلام و برای عیسی علیه السلام. وصیت الله چی هست؟ الله وصیت کرده به ما عزیزان من، اللهی که به او عظمت و بزرگی هست. یک نفر میایه اینجا استاد میشه میگه برادرها رئیس جمهور به شما پیام داره. چندین گوش میکنیم و با دقت که رئیس جمهور چی میخواه بگه، پادشاه چی میخواه بگه، وزیر چی میخواه بگه. اللهی که مالک الملک هست، اللهی که صاحب عرش و فرش است، اللهی که قدرتش فوق همه قدرت هاست، چی میگه؟ این وصیتش برای نوح و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و برای ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السلام چیست؟ اینه که میفرمایه و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی. ادامه توصیه و نصیحت میفرمایه ان اقیم الدین، دین را محکم بگیرید، دیندار باشید. این وصیت الله هست، این توصیه الله هست. ادامه میفرمایه ولا تتفرقوا فیه، شما متفرق نشدید. اگر متفرق شدید، قوم شدید، شما را دشمن زود از بین میبره، شما را دشمن زود میشکنه. آیات زیادی هست. الله سبحانه و تعالی می فرمایه و اطیعوا الله و رسوله، اطاعت از خدا و رسول داشته باشید. ولا تنازعوا، شما منازعه نکنید، اختلاف نکنید، شما به جان همدیگر نیفتید. فتفشلوا، شما ناکام میشید. الله میگه اگر اختلاف کردید ناکام میشید. دیگه چه کار میشه؟ و تذهب ریحکم،
او ابهت شما، قوت شما، قدرت شما از بین میره. واصبروا، صبر کنید. این واصبروا مفسرین میفرمایند چون در بین جامعه بخوایم و نخوایم اختلافات جزئی هست، ما باید صبر بکنیم. ببینیم اگر یک ارباب منطقه چیزی میگه، وکیل گذر منطقه چیزی میگه، موسفید چیزی میگه، همدیگر را تحمل بکنیم، بنشینیم، قضایا زود حل میشه. الله سبحانه و تعالی میفرماید ان الله مع الصابرین. اگر شما صبر را پیشه خود ساختید، اختلاف را کنار زدید، الله همراه شما هست. اگر اختلاف آمد چه کار باید کرد؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر اختلاف آمد در بین منطقه شما، در بین قریه شما، در بین شهر شما، در بین کشور شما، اگر اختلاف آمد در بین قوم شما، اگر اختلاف آمد، فردوه الی الله و رسوله، رد کنید به سوی خدا و رسول. بیایید کنار علما بگویید که ما چنین دوچار اختلاف شدیم، جناب مولوی صاحب، جناب مولانا صاحب، جناب بالآخر کسی که در چوکی وراثت انبیا نشسته هستید، یا مشکل ما را حل بکن. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. میخوام اینجا نکته دیگر را اشاره کنم. از صغیر و کبیر باید متوجه باشیم قضایا را. بین زن و شوهر اختلاف میشه. امروز که این رسانه های مبتذل و رسانه هایی که اکثریتشان کمر گمراهی و اینها را برای این ملت بسته کردن که در تمام امور برنامه های خود ناحکام هستند، هیچ وقت به اون آرزو و آرمان خود نمیرسن، اینها در بین فامیل ها چی یاد دادن؟ با مجردی که در خانه بگو مگو صورت بگیره، فوراً زن کجا میری؟ حقوق بشر. کجا میری؟ حقوق زن. کجا میری؟ و بالاخره خانه امن. خواهر مسلمان، اختلاف بین زن و شوهر وقتی میایه این قضایا تو را خوشبخت نمیکنه. والله قسم این همه نامهایی که برده شد، اینها ابزارهایی است به خاطر ویران کردن تو زن مسلمان. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر اختلاف بین زن و شوهر میایه، رجوع کنید به کتاب الله و سنت رسول الله. اگر اختلاف بین پدر و پسر میایه، رجوع کنید به کتاب الله و سنت رسول الله. اگر اختلاف بین همسایه میایه، رجوع کنید به کتاب الله و سنت رسول الله. اگر اختلاف در بین قریه و همجوار و منطقه و شهر و اینها میایه، شما رجوع کنید به کتاب الله و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. ادامه آیه خیلی مهم عزیزان من. این قرآن شوخی بردار نیست که با ما شوخی داشته باشه، نعوذ بالله من ذلک. میفرماید فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر اختلاف کردید شما چه کار کنید؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. شما رجوع کنید، بروید به طرف خدا و پیامبر. ادامه میفرماید ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگر مسلمان هستید، ایمان به خدا و روز قیامت دارید، مرجع شما مشخص هست، واضح هست. نیازی نیست به این کسانی که کمر بستن تا اینکه در بین خانواده ها اختلاف ایجاد بکنن تحت نام دوستی، نیازی نیست که به اونها مراجعه بشه. اینه که مراجعه کنید به علمای خود، مراجعه کنید به وارثین انبیا. الله سبحانه و تعالی آیات زیاد پیرامون انسجام، اتحاد و اتفاق این موضوعات را مطرح میکنه و ما را متوجه میسازه. وقت تمام شد عزیزان و بزرگواران. و نکته اخیری که میخوام اشاره کنم، مسائل قومی مطرح کردیم که امروز دشمن دامن زده. مسائل زبانی امروز دشمن دامن میزنه. مسائل منطقوی جنوب و شمال برای ما میخواه بسازه. و حتی بعضی از مسلمان ها هم امروز چی میگن؟ چی خوبه که سمت شمال تجزیه بشه، سمت جنوب تجزیه بشه، حوزه غرب تجزیه بشه. این که مملکت شد بس نیست که ما بیاییم این افغانستان را هم تکه تکه کنیم و کشورهایی که امروز از لحاظ جغرافیایی تکه تکه شده ما بیاییم این را پارچه پارچه تر کنیم.
همه ما برادر هستیم عزیزان و بزرگواران. انما المؤمنون اخوه، همه ما برادریم. نکته دیگر اینه که امروز دشمن از دریچه دیگر وارد شده در بین جامعه ما تحت نامهای تو صوفی، تو سلفی، تو وهابی، تو تبلیغی. عزیزان و بزرگواران، یک لحظه فکر بکنید، همه ما مشکلات خود را داریم. والله قسم وقت این نیست که ما بیاییم تحت نام سلفی و صوفی و وهابی و فلان و فلان و فلان به جان هم دیگر بیفتیم. همه ما مسلمانیم. من پرسان میکنم تو کسی که سلفی هستی آیا غیر از قرآن کتاب دیگری داری؟ تو کسی که صوفی هستی آیا غیر از قرآن کتاب دیگری داری؟ تو کسی که تبلیغی هستی آیا غیر از قرآن کتاب دیگری داری؟ همه ما پیرو قرآن هستیم. همه ما پیرو احادیث گوهربار نبی اکرم صلی الله علیه و سلم. همه ما پیرو حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله هستیم. تو کسی که اگر به امام ابو حنیفه والله قسم کوچکترین زبان درازی داشته باشی، والله قسم تو قدمی برای سلف صالح نگذاشتی. و تو کسی هم که به سلف صالح اگر بخوای توهین بکنی، والله قسم به کوچه مسلمان قدم نگذاشتی. عزیزان و بزرگواران، بس هست از یک طرف دشمن ما را به نام پشتون و تاجیک و ازبک و هزاره میزنه، از یک طرف دیگه ما بیاییم به نام سلفی و به نام وهابی و به نام صوفی و تبلیغی هم دیگر را بزنیم. والله قسم این راه ترکستان است و راه شقاوت و بدبختی است. عزیزان و بزرگواران، چرا لحظه فکر نمی کنیم؟ چرا لحظه تفکر و تعقل نداریم؟ چرا به این قضیه دامن زدن؟ امروز این مسائل را کی داغ میکنه در بین جامعه؟ دشمن هست عزیزان من. همه ما برادر همدیگر هستیم، همه در کنار همدیگر قرار داریم، همه ما پیرو قرآن و پیرو سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. همه انما المؤمنون اخوه. پس بناهن این قضیه عزیزان و بزرگواران در بین جامعه ما صدها مشکلاته. امروز نیروهای کثیف خارجی در این مملکت ظلم دارن، ستم دارن، خیانت دارن، به ناموس این وطن تاخت و تاز دارن. امروز دختر افغان شاید به 100 مشکلات روبرو شده باشه از دست نیروهای کثیف خارجی. امروز ما بیاییم بگیم که تو سلفی و تو صوفی و تو وهابی و اینها. والله قسم این به نفع مسلمین نیست، به نفع جامعه ما نیست، به نفع ملت ما نیست. عزیزان و بزرگواران، امروز ما دشمن واحد داریم که اون دشمن عبارت از یهود و نصاراست که در این خاک آمده. همه ما باید فکر ما، اندیشه ما، قلم ما، درهم ما، زبان ما همه باید منسجم بشه به بیرون راندن نیروهای کثیف خارجی. دشمن را نگذارید که کامیاب بشه. دشمن چی وقت کامیاب میشه؟ به این نامهایی که من اشاره کردم. کجای قرآن گفته که تو صوفی باش؟ کجای قرآن گفته تو سلفی باش؟ کجای قرآن گفته تبلیغی باش؟ انما المؤمنون اخوه. قرآن میگه یا ایها الذین آمنو، ای اهل ایمان. کیست در می جمع که بگه من صوفیم و این یا ایها الذین آمنو مخاطب من نیست؟ کدام سلفی میگه این یا ایها الذین آمنو من را شامل نمیشه؟ نعوذ بالله. کدام تبلیغی میگه این در شأن من نیست؟ وقتی قرآن میگه یا ایها الذین آمنو، ای اهل ایمان، اینها لفظهایی است که در بین جامعه ما عزیزان من آمده، از هر طرف آمده و بالاخره. اما ما نباید به این نامها حساس بشیم. این نامها نامهای حساس برانگیز نیست. سلفی نور چشم ما،
صوفی نور چشم ما، تبلیغی نور چشم ما. هر عزیزی که هستی اسلام فیلتر داره. اعمال ما به اوزان قرآن و حدیث انداخته میشه، موافق به کتاب الله و سنت رسول الله بود میپذیریم، که اگر مخالف قرآن و سنت بود که از هر کس میخواه باشه. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه چی زیبا میفرمایه، اگر دیدیم انسانی به آسمان میره. شیخ الاسلام ابو اسماعیل هیروی، خواجه عبدالله الهاری رحمه الله همین حرف دارن. اگر یه نفر به هوا رفت، یطیر الى السماء او یمشی علی الماء، روی آب را میره پایش تر نمیشه، آسمان میبره. اینجا میگه اعمالش را به اوزان قرآن بندازید. نگاه کنید که آدم خوبیه، شریعت برابره، به دین برابره. اگر به دین و شریعت برابر، این کرامات هست، اولیای خداست. اگر به شریعت برابر نبود، این نماینده دجال هست، این استدراج هست، این به دردش نمیره. عزیزان من، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند من بعد از خود چیزی را گذاشتم در بین شما، لیلها که نهارها، شبش از روز روشن‌تره. این روز چقدر روشنه؟ رسول الله میفرمایند من چیزی گذاشتم که شب او از این روز روشن‌تره، که او عبارت از قرآن. زنده باد قرآن! عزیزان و بزرگواران من، الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده تا اینکه اینها و این حرفها را متوجه باشید. هر کدام ما همدیگر را بپذیریم. جای بحث نیست. یک برادر سلفیه، یک برادر صوفیه، یک برادر تبلیغیه، در گرد هم کنار هم قرار بگیریم، با هم دیگر صحبت بشه، بحث بشه، مباحثه بشه. بعض اختلافاتی در بین صحابه بود، در بین حضرت عایشه و عبدالله ابن عمر، در بین بالاخره این اختلافاتی که از لحاظ علمی باشه قابل حله. این قابل این نیست که ما جدا باشیم، ما مسجد جدا داشته باشیم. اشتباس که در این شهر و دیار کسی بگه این مسجد سلفی است، اشتباس کسی بگه این مسجد صوفی است، این مسجد تبلیغی هست، بگیم این مسجد مسلمین است. قرآن میگه ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. الله اکبر. کجا این قرآن گفته که بالاخره یک گروه خاص مورد نظر ما گریم زندگی ما موافق به قرآن و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چه شخصیتی بودن؟ من یک نکته را اشاره میکنم. شیخ صالح فوزان حفظه الله از کبار علمای اهل سنت و جماعت در بین امت اسلامی است و در رأس میتونم گفته در رأس سلف صالح است. سلفی، سیار سلفی محکم. از او پرسان میکنن، داخل یوتیوب هست، عزیزان میتونن حتی صحبتی رو مستقیم بشنون. از او پرسان میکنن که یا بزرگوار، آیا درسته که ما امام ابو حنیفه رو وقتی نامشان را میگیریم رحمه الله بگیم یا نگیم، رحمت الله علیه بگیم یا نگیم؟ شما هم عزیزان میدانیم که لقب صحابه، مدال صحابه رضی الله عنه و رضوا عنه، رضی الله عنه و رضوا عنه. غیر از صحابه دیگه کسی گفته نمیشه، چون الله سبحانه و تعالی از صحابه اظهار رضایت کرده. از این عالم بزرگوار پرسان میکنن آیا ما امام ابو حنیفه رحمه الله بگیم یا نگیم، رحمت الله علیه؟ بعد این شیخ بزرگوار میگه لا تقولوا رحمه الله، الامام ابو حنیفه هو امامنا وقدوتنا وسيدنا، لا تقولوا رحمه الله بل قولوا رضي الله عنه ورضوا عنه. این رأس سلف هست، سلفی هست. کدام مسلمان که جرأت کنه بیای به امام ابو حنیفه رحمه الله توهین بکنه؟ کدام مسلمان جرأت امام شافعی رحمه الله به امام مالک امام دارالهجره بیای به امام احمد ابن حنبل به این بزرگان دین توهین بکنه؟ حتی کدام مسلمان که بیای به امام جعفر صادق؟ عزیزان و بزرگواران، امام جعفر صادق کی بوده؟ از خاندان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. کسانی که امروز به دروغ ادعا میکنن ما جعفرییم،
اینها نیستن پیروان امام جعفر صادق. من میشه دعا میکنم بار الها پروردگارا ما را در روز قیامت در کنار امام جعفر صادق، در کنار اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم محشور بدار. پس بنان عزیزان و بزرگواران، ما به همه بزرگان دین باید احترام داشته باشیم. دین ما دین ادب، دین احترام، دین مهر و محبت و صمیمیت. امیدواریم که این حرفها به گوش همه عزیزان برسه. بیاییم دست همدیگر را با محبت فشار بدیم، با مهر و محبت زندگی کنیم. بیاییم این اختلافات را کنار بگذاریم. درسته در این کشور 30 مشکلات بود، 30 سال، بیش از 30 سال جنگ، یک بدعت آمده 40 سال بدعت ریشه دوانده. می شود این را به 4 روز برداشت؟ بدعت 40 ساله می شود به 4 روز از این دیار ریشه کن بشه؟ نمیشه عزیزان و بزرگواران. ما باید هر کدام ما تلاش بکنیم تا اندازه‌ای که وقت قضیه اصولی نیست، قضیه عقیدتی نیست، بحث فروعات وقتی مطرح میشه هم دیگر را تحمل بکنیم، گفتگو بشه. نه صوفی سلفی که ببینه چهره این تغییر بکنه و چهره این تغییر بکنه، نعوذ بالله، مثل که دشمن هم دیگر را دیدن. عزیزان و بزرگواران، انسجام و اتحاد و اتفاق دشمن را ناامید میکنه. این کشور از هر طرف زخم در وجودش هست. این ملت که از هر طرف برایش درد رسیده، اتحاد و انسجام مرهمی بر زخمهای ملت هست. اگر میخوایم که بر روی این زخمها نمک بپاشانیم، قضیه قوم و قومگرایی، قضیه مذهب و مذهبی، قضیه بالآخر اختلاف فرقوی را مطرح کنیم. اگر میخواهیم انسجام و اتحاد مرهمی باشه بر زخمهای این ملت، همه ما در خانه خدا هستیم. بیاییم قول بدیم، بیاییم با خدای خود عهد ببندیم که بار الها پروردگارا، اگر ذره در دل ما مسئله قومیت و نجات بود، ما نمیدانستیم، از دل خود بیرون کردیم. قوم خود را به خاطر تو دوست داریم، ما جامعه خود را به خاطر تو دوست داریم، موسفیدان خود را به خاطر تو دوست داریم، جوانان خود را به خاطر تو دوست داریم، علمای خود را به خاطر تو دوست داریم. نکته اخیر برای اربابان منطقه، برای وکیلهای گذر، در هر منطقه‌ای که 2 تا 3 تا 4 تا ارباب وکیلهای گذر، حرف من اینه برادران عزیز و بزرگوار، شما در هر منطقه‌ای که هستید، اول بین اربابها وکیلهای گذر انسجام باشه، اتحاد و اتفاق باشه. نشه که شما سبب شرارت بشه، نشه که شما سبب اختلاف شوید، نشه که شما سبب رنج و درد مردم قرار بگیرید. شما وقتی در یک قریه قرار گرفتید به عنوان مسئول، به عنوان رئیس شورا، به عنوان ارباب منطقه، به عنوان وکیل گذر، ملت از شما و اهل قریه تقاضا دارن تا اینکه شما همزه وصل قرار بگیرید و شما سبب اتحاد و اتفاق و انسجام ملت مسلمان و اهل قریه قرار بگیرید. بار الها پروردگارا، دستان ما به طرف تو دراز است. پروردگارا، آنچه که در توان بود گفتیم و عزیزان شنیدن. پروردگارا، بر همه ما اتحاد و اتفاق و انسجام و همبستگی عنایت بفرما. پروردگارا، عزیزانی که طلب دعا نمودن، خدایا مریضشان را شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. پروردگارا، کسانی که قرض دارن قرضشان را خدایا آسان بگردان. کسانی که اسیری دارن، پروردگارا اسیرشان را از قید اسارت نجات بده و به آغوش گرم خانواده برسان. پروردگارا، بزرگان و موسفیدان ما را حفظ بفرما، جوانان و نوجوانان ما را حفظ بفرما. پروردگارا، خواهران و مادران و همسران ما را حفظ بفرما. پروردگارا، در خانه تو آمدیم و روز جمعه مبارک هست. پروردگارا، این روزها روز ابراهیمی است، روزی است که هر طرف بحث از ابراهیم علیه السلام هست. خدایا، از تو اخلاص ابراهیمی، ایثار ابراهیمی، اون فداکاری ابراهیمی، اون شهامت و شجاعت و غیرت ابراهیمی می طلبیم.
پروردگارا همه را در حفظ و حمایه خود داشته باش. پروردگارا در افغانستان امنیت سرتاسری عنایت بفرما. کسانی که قضیه قومیت را مطرح می کنند، کسانی که مسئله قوم و نژاد و زبان را دامن میزنند، پروردگارا هدایتشان کن. پروردگارا هدایتشان کن. کسانی که میخوان در بین اقوام مختلف شقاق ایجاد کنند، خدایا هدایتشان کن. خدایا اگر قابل هدایت نیستند، خار و ذلیل محو و نابود بگردان. خدایا در بین همه اقوام، در بین همه ملت ها، در بین همه مذاهب اسلامی، در بین همه مسلمان ها اتحاد و اتفاق و انسجام و همبستگی عنایت بفرما. پروردگارا مجاهدین فی سبیل الله را پیروز بگردان. آنهایی که خاص به خاطر اعلای نام تو حرکت کردند، آنهایی که جان و مال خود را در راه تو گذاشتن و بر طبق اخلاص گذاشتن، پروردگارا مجاهدین فی سبیل الله را پیروز بگردان. پروردگارا شهدایشان را بپذیر، مجروحینشان را شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. بر فامیل هایشان صبر جمیل عنایت بفرما. پروردگارا حکام و مسئولین ما را هدایت بفرما. پروردگارا مسئولین ما را هدایت بفرما. پروردگارا توفیق خدمت برایشان عنایت بفرما. پروردگارا کسانی که نیت خیانت دارن، کسانی که به این ملت چشم خیانت دارن، چشم مکر و حیله دارن، پروردگارا کسانی که چشم خیانت به ملت شریف افغانستان دارن، پروردگارا اینها را هدایت کن. و اگر قابل هدایت نیستن، پروردگارا مکرشان را، خیانتشان را، حیلهشان را، ظلمشان را به سوی خودشان بر بگردان. و آنهایی که به این ملت خدمت میکنن، پروردگارا سعادتمندی دنیا و آخرت را نصیبشان بگردان. پروردگار این جمع را مورد رحمت و مغفرت خود قرار بده. پروردگار این جمع را در روز قیامت که هیچ سایه وجود نداره، پروردگار در زیر سایه عرش خود قرار بده. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب يوم القيامة واحشرنا مع المتقين والأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين.